این سوالیه که اغلب بیماران میپرسن، مراجعه کنندگان، در مورد دوقلویی که خب خیلی ها دوست دارن که یک بار حامله بشن ولی در عین حال 2 تا فرزند داشته باشن. علیرغم این که ما فکر میکنیم که به هر حال یه حاملگی دوقلویی یه کار سختی پرخطرتر هست، ولی خب خیلی ها دوست دارن که این اتفاق براشون بیفته. مطلب اول این هستش که ما هیچ موقع نمیتونیم تضمین کنیم برای کسی، حتی با دارو که حتما، یا توی برنامه‌های IVF که حتما دوقلویی اتفاق میفته یا چند قلویی. داروهایی که ما در مورد تحریک تخمدان میدیم یا توی IVF ما میزان در واقع دوقلویی را افزایش میدیم، ولی این نیست که 100% برای همه ای اتفاق بیفته. چنانچه اگر اینجوری بود همه IVF های ما که 2 تا 3 تا جنین منتقل میکنیم قطعا بایستی دوقلو یا 3 قلو حامله بشن. یکی از فاکتورهای مهم در مورد دوقلویی فاکتور ژنتیک هست که در فامیل وجود داشته باشه. این اصل مطلب هست، ولی خب داروهایی که ما میدیم میتونه در واقع احتمالش را افزایش بده، ولی هیچ موقع تضمینی نیست.